بارشات روزهای اخیر تشویش محرمه یوسفova را بیشتر کرده است. سیل، دیوار و حوله او را که در کنار فرودگاه نظامی عینی قرار دارند خراب کرد. یوسفova نمیتواند خانه‌اش را تعمیر کند چون برای این کار اجازه ندارد. نمیخزونند نمیگفت که غمی کودکان 6 نفر کودک میده قدیما دلم میای آوی تینتکم روزی درست قراولم. حوله او و چند همسایه دیگرش باید به فرودگاه نظامی همراه کرده شود. اما با گفته این ساکنان ناحیه رودکی مقامات حاضر نیستند مبلغ ضروری مال و ملکی آنها را پرداخت کنند. از سال 2003 ما را زمین دادند که میکشونند. پول مون ندادند. پولتون میتن شما را میکشونند اینجا. اومدن خونمون نرخ‌گذاری کردن. 175,000 سه عائله ایم. 175,000 ما کجا میرم در کریزیس دولتی دنیا. با گفته ساکنان حالا در این دهه بیشتر از 140 خودجگی زندگی می کنند. قسمی از آنها دوام 17 سال با جبرانی پیشنهادی مقامات راضی شده به زمین‌های نو کوچیدند. اما ساکنان باقی مانده با طلب بیشتر کردن مبلغ جبران ماندند. یخی آدم روزا یخیش نوریزا اکثریتش نوریزا مردم. با ورتالتو پران روز با طور خونم تو سامالات گودکای که میگریزا. دور بور تریزا میلارزا گوه که زمین جی میگودکو شوک در زندگی دارن اونجا مردم. شکایت این ساکنان در حالی است که مقامات میخواهند حدود فرودگاه نظامی عینی را تا 250 گکتار وسیع تر کنند. چون به گفته مقامات مساحت فعلی فرودگاه برای استفاده هواپیماها خرد است. بر اساس برنامه وسیع کردن فرودگاه نظامی عینی می بایست حدود 400 خانواده در حصار و رودکی به جای دیگر کوچ داده می شدند. حالا مقامات می گویند ساکنان باید همان سالهای اول به جبرانی معین شده راضی شده زمین های فرودگاه را خالی می کردند. زیرا در حال حاضر پرداخت مبلغ طلب کرده ساکنان که حدودی 50 میلیون سومانی را تشکیل می دهد امکان ناپذیر است. این فرودگاه حالا در اجاره پایگاه 201 روسیه قرار دارد.